سلام دوستای عزیز، خدا کنه که همه کس سازن نازن. این ویدیو ایا هفته پیشتر گرفتگی بودم، گوداکویا بردم که برای هالووین لباس خرمشونه. ای مکتبشون گفتن که لباس های هالووینی باید پوشیده بیاین، برای همه بردمشونه که خودشون خوش کنن یگان نمود لباس های هالووینی گیرن. حاضی در مگزینا هم ما برای هالووین کادوی لباس و هم خالص دکوراسیون هالووین آوردگیان، ساز کردگیان، هم خیلی چیزا میخرن. امریکایی بسیارتر ایده قید میکنن. و نرخ‌های لباس‌ها هم هر خیلی ای $10 سر می شود تا $15-20 $25 با ای قیمت‌ترش هم هسته. اینجا هم ماشون یتگی مسکای گرفتن در سرشون بودن، خیلی مسکایو در دستا می پوشیدگی، دست پوشکا هم من نمودم خیلی چیزا برآوردگیان هازی برای همین هالووینه. با منم خیلی چیزای تیاره که میبرن در پیشای خانه هاشون کشال میکنن، هم خیلی آواز میبرن، به تریکتیان آواز میبرن و میکنن هر نمده آوازای استراشنی. هم خیلی ویدیو گرفته آمده استبدم که این پیشین باین خیلی سیلیکون و یا برامد که پیچینه هر چیز میپذی، هم خیلی نمودی کدوی و شکلی تورتنک کنتی. نه خیلی این خیلی گوداکو که دیگه شدیم با یادونه سنکس گرفتن، با یکون چیزای در کره خونه گرفتیم و آمدیم بعد خونه. به همین ویدیو روزا به آخر میرسد تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشین. اگر ویدیو معقول شده باشد لایک، کامنت و پادپیسات کنین. خیر.